سرخط خبرها. محرومیت شهروندی برای بدگویی ارتش روسیه، 18 سال زندان برای قتل خوشتومن و 6 کشته و 10 زخمی در استانبول. اردوغان حمله خیانتکارانه گفت. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 14 نوامبر. مقامات تاجیکستان خبر دادند که نقشه دعوت به خدمت در ارتش بیش از 81% اجرا شده است. دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی روز 1 اکتبر امسال آغاز یافت و تا 30 نوامبر ادامه می‌کند. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت نقشه دعوت به خدمت تا امروز 81.4% اجرا شده است. بنا به گفته سخنگوی وزارت دفاع در روز اول دعوت نخستین شده ولایت مختار کوهستان بدخشان نقشه را پورا اجرا کرده است. جلب جوانان به ارتش در این منطقه پایان یافت. به اطلاع وزارت دفاع سفربری جوانان به صف نیروهای مسلح در ولایت سوخت بیش از 70%، ختلان 79%، نواحی تابع مرکز 93 و شهر دوشنبه 95% اجرا گردیده است. دعوت به خدمت در این منطقه ها ادامه دارد. چند روز پیش دادستانی کل تاجیکستان از افزایش صف فرزندان منصبداران در ارتش خبر داد و گفت تا آخر ماه اکتبر 124 پسر کارمندان اداره های دولتی تاجیکستان به خدمت جلب شدند. حالا معلوم نیست که آنها به خدمت یک ماهه پولکی رفتند و یا با خدمت مقرری. در تاجیکستان در دو موسم بهار و تیر ماه جوانانی از 18 تا 27 ساله را به ارتش دعوت می‌کنند. مقامات میگویند شمار جوانانی که اختیاری به ارتش میروند سال تا سال زیاد میشود، اما همه ساله در موسم دعوت شکایت‌های زیادی از ابله یا دعوت مجبوری جوانان به خدمت نشر می شود. در روسیه قانون را اصلاح خواهند کرد که به شهروندی آن کشور ربط دارد، چیزی که تاجیکان در 13 سال اخیر زیاد به دست آوردند و آن را یک وسیله کار و زندگی امن و برخورداری از امتیازها می دانند. خبرگزاری دولتی تاس روز 13 نوامبر نوشت بنا به اصلاح‌های نو ساکنان را برای بدگویی در حق ارتش روسیه از شهروندی آن کشور محروم خواهند کرد. با گزارش تاس واسیلی پیسکاریوف رئیس یک کمیسیون دومای دولتی گفته است تغییرات به لایحه قانون پرزیدنتی درباره شهروندی پیشنهاد شد. طبق آن شخص می تواند برای دعوت به ویران کردن تمامیت ارضی کشور و کار با سازمان‌های غیر حکومتی نامطلوب نیز از شهروندی فدراسیون روسیه محروم کرده شود. افزوده است او مقامات روسیه سبب تصمیم را نگفتند، اما آن را پس از جلب نیروهای علاوه‌ای به ارتش و شکایت از نبودن جای و غذا و سلاح خوب و کافی پذیرفتند. روسیه ماه فوریه امسال به دلیل به خاک اوکراین حمله کرد و از آن زمان تا حالا بند درگیر است. مارک میلی رهبر فرماندهی وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته گفت زیاده از 100,000 سرباز و افسر روسیه در جنگ با اوکراین کشته و یا زخمی شدند. در افغانستان که با برگشت طالبان زندگی و کار برای زنان سخت شد، بعضی از بانوان برای تأمین خانواده راه‌هایی را پیشه کردند که به کار ادامه دهند. یکی از آنها غنچه‌گل زنبور پروری از شهر هرات است که لباس مردانه به بر می‌کند تا از زهر زبان مردان و طالبان امین ماند. گزارش را در این باره همکارم کی مرسیتا تقدیم می‌کند. دستار سیاه بر سر و لباس مردانه بر تن، نامش غنچه‌گل و از عسل فروشان شهر هرات است. برای امین ماندن از مناسبت و رفتارهای تبعیض‌آمیز در جامعه، هویت زنانه خود را زیر لباسهای همسرش پنهان می‌کند. به مثل مردان موتورسیکل می‌راند و به مشتریانش در بازارهای هرات عسل می‌رساند. وقتی با لباس مردانه میرم کسی من نمیشناسه که آیا من زنم یا مردم و خیلی راحت میتونم کار خور انجام بدم و من آرزو دارم که یک روز خانم با یک وسیله شخصی خود یا بتونه سر کار بره. غنچه‌گل 36 ساله در میان کودکان محله با نام مادری زنبورها معروف است. در کنار شهر هرات 3 قطعه برای زنبور پروری دارد و خودش تنها آنها را نگاه و بین میکند. آرزوم اینه که یک روز ملکه زنبورا به افغانستان معرفی باشم، به کل جهان معرفی باشم. اما محدودیت‌های ایجاد شده برای زنان مخصوصاً در یک سال گذشته شاید نگذارند که غنچه‌گل به آرزویش برسد.
طالبان که ماه آگوست سال 2021 به قدرت بازگشتند، بلافاصله کار و فعالیت زنان را در افغانستان محدود کردند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در دایره قانونهای شریعت تامین می‌کنند، اما آنها هنوز هم از حق کار در اکثر اداره‌ها محرومند و مکتب‌های بالاتر از صنف 6 برای دختران بسته است. با وجود این همه، غنچه‌گل به کار ادامه می‌دهد و باور دارد که زنان باید در جامعه نقش فعال داشته باشند. کوه‌هایی که جلوی خانم‌ها گذاشتن اونا برداشته بشه. باید مانع خانم‌ها نشن. چون یک وطن فقط به مرد نیاز نداره، به زن هم نیاز داره. من اولم گفتم زن یک پایه قوی کشوره. وقتی ما میگیم زن به معنی اینیه که به خانه بشینه، فقط بچه‌داری کنه. ترکیش در خیابان پوریزدهم استقلال در شهر استانبول قلب اقتصادی ترکیه 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. حادثه روز 13 نوامبر روی داد. هنوز سبب ترکیش اعلام نشده است. ویدیوهای نشر شده از جای حادثه صحنه بالا شدن دود را نشان می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که انفجار بعد از ظهر یکشنبه روی داد. نشریه دیلی صباح ترکیه نوشت انفجار در خیابان استقلال در قسمت اروپایی استانبول و محل گردشگران خارجی و جای گشت و گذار و خرید شهروندان اتفاق افتاد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز 13 نوامبر پیش از رفتنش به نشست گروهی 20 یا اینکه G20 در اندونزیا ترکیش را حمله خیانتکارانه دانست و گفت سببگارانشان جزا خواهند گرفت. بیت الله اردوغان در ترکیش بمب 6 نفر کشته شدند، 4 نفر در حادثه و 2 کس در بیمارستان به هلاکت رسیدند گفت او و از قبل والی استانبول افزود 53 نفر دیگر زخمی شدند. ترکیه در سالهای 2015 و 2017 صحنه چندین انفجار خونین توسط داعش و گروه‌های مسلح دیگر بوده است. دادگاه ولایت ختلان یک زن را با گناه کشتن خوشدامنش به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. حکم آخر ماه سپتامبر امسال صادر شده. دادستانی کل تاجیکستان روز 12 نوامبر جزئیاتش را افشا نمود. مسئولان دادستانی نوشتند میجگونا بیگماتова از دهه غلاآباد ناحیه خراسان ماه می امسال همراه دوگانه‌اش مدینه نور محمدزاده خوشدامنش را کشته و پول تلفن او را بودند. مدینه نور محمدزاده به 18 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی محکوم شده است. نظر پیوندان و یا وکیل مدافع آنها به حکم معلوم نیست. مفتشان گفتند میجگونا بیگماتова 3 کودک داشته هنگام در روسیه بودن شوهر در خانه خسرو خوشدامن میزیست. با اطلاع منبع بین آنها پیوسته مناقشه روی داده سبب کشتار شده است. این اظهارات رسمی است و تصدیق آن از منابع مستقل فعلا امکان ندارد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 14 نوامبر خبر می‌دهد. 14 نوامبر سال 940 санаи даргузашти вазири дарбори Сомониён Абулфазли Балъамӣ аст. санаи таваллуди дақиқи ӯ маълум нест, вале исмаш ба хотири кору заҳматҳои ӯ дар таърих навишта шудааст. ӯ тақрибан ним аср дар дарбор кор карда, дар ташкили сипоҳ, саркӯби исьёнҳо, ҳалли ҳолатҳои буҳронӣ ва пешгирӣ аз ҷангу хунрезиҳо саҳмгузор шудааст. ӯро як ҳомии рӯдакӣ ҳам меномиданд, вале худи ӯ ҳам ба қавли таърихшиносон қурбонии туҳмате шуд ва ба қатл расид. аз санаи 14 ноябри соли 1991 рӯзи ҷаҳонии мубориза бо диабет ё бемории қанд баргузор мешавад, ки яке аз бемориҳои сангин ба шумор меравад. дар тоҷикистон зиёда аз 48 000 нафар расман чун гирифтори бемории қанд сабт шуда пайваста зери назари табибон ҳастанд. ба қавли табибон, бемории қанд метавонад боиси гирифтории кас ба касалиҳои дигар шавад. аз ин рӯ муоинаи ҳарсола машварат мешавад. 14 ноябри соли 2011 Султонқувват, раҳбари ҳизби сабт нашудаи Тараққиёт дар 61-солагӣ даргузашт. ӯ солҳо талош кард, ки ҳизби сиёсӣ Тараққиётро номнавис кунад, вале мақомот напазируфтанд. сиёсатмадори фаъол ва хостори номзадӣ дар президентии соли 1999 ва яке аз тарафдорони ислоҳоти сиёсӣ дар Тоҷикистон буд. ӯ дар муаррифии барномааш гуфта буд, ки худам дуздӣ намекунам, дигаронро ҳам дуздӣ карданӣ намемонам. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی به 1010 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد با 163 سومانی عوض شده. خرید آن از بانک‌ها 165 سومانی گفته می شود.
قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 14 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.